سلام، من ماجدم. امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال من خوش اومدین. امروز تصمیم گرفتم راجع به زبان عشق ورزی باهاتون صحبت کنم. خب اول توضیح بدم که چرا این قضیه ضرورت داره و توی رابطه خیلی مهمه که ما زبان عشق ورزی آدم‌ها رو بشناسیم. از اونجایی که روش عشق ورزی آدم‌ها با هم متفاوته و شکل‌های مختلفی از بیان عشق وجود داره، اگر ما ندونیم که زبان عشق ورزی خودمون و زبان عشق ورزی پارتنرمون چیه، خیلی وقتا دچار سوء تفاهم میشیم. یعنی طرف مقابل داره فکر میکنه که داره به ما عشق میده، در حالی که ما اصلا اون رو دریافت نکردیم، چون اصلا اون زبان رو بلد نیستیم. و یا گاهی اوقات خودمون فکر میکنیم داریم عشق میدیم، اما چون مدل ما و اون آدم توی عشق ورزی با هم متفاوته، اون اصلا چنین چیزی رو دریافت نمیکنه. پس برای اینکه توی رابطه‌مون دچار سوء تفاهم نشیم و بتونیم عشق و علاقه‌مون رو به درستی به هم دیگه ابراز بکنیم، نیاز هست که اینها رو بشناسیم. حالا من توی این ویدیو انواع زبان‌های عشق ورزی رو به شما معرفی میکنم و بهتون کمک میکنم که بفهمید خودتون و پارتنرتون از چه مدل آدم‌هایی هستین. پس اول منو سابسکرایب کنید، بعد اون دکمه زنگوله رو بزنید، بعد بیاین تا بحثمون رو شروع کنیم. خب حالا بیایم با هم بررسی بکنیم، ببینیم این لاو لنگویج چیه و اصلا از کجا اومده و چطوری مطرح شده. اولین کسی که این نظریه رو مطرح کرد دکتر گری چاپمن بود. ایشون اومد یه تقسیم بندی انجام داد و طبق بررسی هایی که کرده بود به این نتیجه رسیده بود که آدم ها به 5 شیوه احساسات خودشون رو، عواطفشون رو، علاقهشون رو بروز میدن یا دوست دارن که علاقه و عشق دیگری رو به این شکل دریافت بکنن. حالا من دونه دونه براتون میگم که هر کدوم از اینا چی ان و شما پیدا بکنید که خودتون و پارتنرتون کدوم یکی از اینا هستید. شیوه اول رو دکتر گری چاپمن بهش میگه words of affirmation، یعنی اینکه شما به شکل زبانی و با استفاده از کلمات و عبارات عاشقانه احساستون رو به طرف مقابل بروز بدین. احتمالاً به آدم‌های برخورد کردین یا شاید خودتون از اون دسته این که یه آدم هر کاری که برای شما بکنه، اگر به اندازه کافی با استفاده از کلمات بهتون نگه که به شما علاقه داره و شما اونها رو نشنوین، براتون راضی کننده نیست. پس این دسته از افراد آدمایی هستن که باید حتما حرفای عاشقانه رو بشنون. شیوه دوم رو اسمشو گذاشتم acts of service. همونجور که از خود عبارت مشخصه، آدم‌هایی که این شکلی ابراز علاقه میکنن یا دوست دارن که به این شکل عشق رو دریافت بکنن، آدم‌هایی هستن که شاید بیشتر از شنیدن کلمات این براشون مهمه که کسی که دوستشون داره براشون یه کارهایی انجام بده و این رو واقعی تر از مثلا بیان کلمات میدونن. مثلا اگر من آدمیم که acts of service رو به عنوان نحوه بروز عشق میفهمم، بیشتر از اینکه نیاز داشته باشم یه مرد به من توجه کلامی بکنه، هی واسه من SMS های عاشقانه بفرسته یا پای تلفن هر روز با من بگه دوستت دارم و اینها، این برای من مهم میشه که اون آدم یه سری کارهایی رو برای من انجام بده. مثلا فکر کنید که من یه پروژه‌ای دارم که پارتنر جدیدی که من باهاش آشنا شدم میتونه توی اون به من کمک کنه، یا مثلا من دارم اساس کشی میکنم و اون به عنوان یه مرد میتونه بیاد و یه سری کارها رو به عهده بگیره، یا مثلا وقتی که من توی یه دردسری افتادم، حالا از دردسرای کوچیک تا دردسرای بزرگ، مثلا ماشینم توی خیابون پنچر شده، اگه پارتنر من خودش رو برسونه و کمک بکنه اون ماجرا رو حل بکنه، یا مثلا ماشینم خراب شده من توی خیابون موندم، بیاد و توی اون پروسه کنار من باشه و کمکم کنه، خب این خیلی حس بهتری به من میده تا اینکه بخواد هی برای من جملات عاشقانه بفرسته، اما تو این شرایط فقط برای من آرزوی موفقیت کنه و بگی که باشه از امیدوارم موفق باشی، خودت کاراتو پیش ببری. الان با توجه به این توضیحاتی که دادم اصلا معلوم نیست من خودم از کدوم طیف آدمم، درسته؟ خب حالت سوم بیان عشق یا دریافت عشق اسمش رو گذاشتم receiving gifts، یعنی برای این دسته از افراد اینکه شما بهشون هدیه بدین، براشون یه چیزی بگیرین، این رو بیشترین حدی میدونن که شما دارین به اونها ابراز علاقه میکنین. البته موضوع گیفت خیلی وقتا مسئله مالی نیست، اون زمان و انرژی و توجهیه که پشت این قضیه قرار داره. مثلا وقتی که یه دختری با یه پسری آشنا میشه، خب جزء توجهات اولیه که خب ابراز علاقه هایی که معمولا آدم‌ها به هم میکنن، با هم دیگه بیرون میرن، با هم دیگه وقت میگذرونن، اما اینکه اون پسر
علاوه بر این زمانی که داره اینجا میگذرونه، قبل از این دیت یه فرصتی رو ایجاد کرده برای اینکه به این فکر بکنه که برای این دختر چی بگیره تا خوشحالش بکنه و زمان و انرژی بذاره برای تهیه اون. این کار خیلی حس خوبی ایجاد میکنه و برای آدم‌هایی که ریسیوینگ گیفتس براشون خیلی با ارزشه توی رابطه، این حالت میشه بالاترین حالتی که یک آدم عشقش رو بروز میده. حالا شما نگاه بکنید ببینید که آیا شما هم از اون دسته آدم‌هایی هستین که هدیه دادن یا هدیه گرفتن براتون بالاترین حالتیه که توش ابراز عشق میکنین؟ مورد چهارم یکم نیاز به توضیح داره. اسمش کوالیتی تایمه. تقریبا میشه فهمید منظور از کوالیتی تایم چیه، اما باز من سعی میکنم اون رو دقیق توضیح بدم. آدم‌هایی که حالت ابراز عشقشون حالت کوالیتی تایمه یا عشق رو به این شیوه دریافت میکنن، مثلا وقتی که قراره با پارتنرشون زمان بگذرونن، سعی میکنن که هیچ چیزی توی اون تایم باعث مزاحمت این زمان دوست داشتنی که قراره با هم دیگه بگذرونن نشه. و همینطور کسایی که مدل دریافت عشقشون کوالیتی تایمه، اونا هم همینطورین، یعنی ترجیح میدن اون زمانی رو که دارن با پارتنرشون میگذرونن، حالا اگه یه تعطیلاتی با هم رفتن یا آخر هفته رو دارن با هم دیگه مثلا آشپزی میکنن توی خونه، فیلم میبینن، هر کاری، توی این شرایط پارتنرشون یه حضور و توجه مستمری داشته باشه. یعنی اون وسط اگه قراره مثلا اون شب رو با من زمان بگذرونه و اون شب یه چیزی شکل دیت نایت، نه اینکه حالا مثلا ما هر شب همدیگر رو میبینیم، اینکه اون شب قرار شب ما باشه، مثلا نره بشینه فوتبال ببینه یا مثلا نره تو گوشی شروع کنه مثلا تو اکسپلور اینستاگرام به چرخه یا با دوستاش چت کنه. یعنی در واقع توی اون تایمی که داره با شما میگذرونه بیشترین حد توجه رو داشته باشه و چیز دیگه ای اینجا این وسط مزاحمت ایجاد نکنه. و مورد پنجم که میشه آخرین حالت بیان عشق یا دریافت عشق که اسمش فیزیکال تاچه. دیگه خب این جزء راحت ترین حالت هاست، خیلی نیازی به توضیح نداره. آدم هایی که نحوه بیان عشقشون این شکلیه یا نحوه دریافت عشقشون این شکلیه، از اینکه شما رو لمس بکنن، مثلا دستتون رو بگیرن یا بغلتون بکنن، از این کارها احساس عشق رو به شما منتقل میکنن یا از شما دریافت میکنن. خیلی وقتا ببینید آدمایی که زبان عشقشون فیزیکال تاچه، آدمای کلامی نیستن. حالا من اینو به تجربه دیدم، نمیدونم چقدر میشه تعمیمش داد و یه حکم کلی داد، اما اینو دیدم که آدمایی که فیزیکالی هستن شما رو تاچ میکنن، خیلی بهتون نمیگن دوستت دارم، اما میبینی که در طی روز میان بارها شما رو میبوسن، بارها شما رو بغل میکنن. در واقع به این شکل دارن به شما ابراز احساسات میکنن. و اگر پارتنر شما آدمیه که مدل دریافت عشقش این شکلیه، نیاز داره که شما در طی رابطه زیاد اون رو لمس بکنید، بغلش کنید، ببوسیدش. یا مثلا پارتنرهایی که اینجوری هم میبینید که یه تایم طولانی رو توی تخت کنار هم ممکن دراز بکشن، همدیگه رو لمس بکنن و پیلوتاک طولانی با هم داشته باشن و ازش خیلی لذت ببرن. پس اینایی که تا اینجا گفتم شد 5 مدل عشق ورزی که آدم‌ها یا به اون شکل احساساتشون رو بروز میدن یا دوست دارن که اون شکلی عشق رو دریافت بکنن. حالا بیاین وضعیت خودتون و پارتنرتون رو بررسی بکنین، ببینید که شما کدوم یکی از این آدم‌ها هستین و زبان عشق ورزی و دریافت عشقتون رو بفهمید. چون گاهی اوقات این دوتا هم با هم فرق داره. یعنی ممکنه که من زبان عشق ورزیم یه شکلی باشه اما زبان دریافت عشقم فرق بکنه. پس به این ظرافت‌ها هم توجه بکنید و حالا ببینید که چقدر براتون اتفاق افتاده که توی رابطتون دچار سوء تفاهم بشید. یعنی پارتنرتون داره به شیوه خودش به شما ابراز عشق میکنه اما شما نمیگیریدش، یا شما دارید به شیوه خودتون ابراز عشق میکنید و اون دریافتش نمیکنه. بعد از اینکه اینها رو پیدا کردین، پیشنهاد میکنم بشینین با پارتنرتون حرف بزنین، این چیزایی که تو این ویدیو بهتون گفتم و با اون هم در میون بذارین و سعی بکنین زبان عشق ورزیتون رو برای همدیگه روشن و واضح توضیح بدین و ببینید که آقا من اینجوری دوست دارم عشق رو دریافت کنم. مثلا یه سری از خانم‌ها عاشق اینن که گل دریافت کنن. آره، گرفتن گل خوشحالشون میکنه و خیلی بهشون حس خوبی میده. از طرف مقابل ممکنه اون آقا اصلا همچین حسی نداشته باشه، فکر کنه که گل گرفتن خب چه درد میخوره، این گل میخواد 2 روز دیگه خراب بشه، مثلا به جای این من مثلا فلان کار رو براش میکنم، مثلا ماشینش رو میبرم تعمیرگاه. اما ممکنه اون خانوم مثلا این اکتس آف سرویس این آقا رو نگیره به عنوان بیان عشق،
پس کامل واضح شفاف هم خودتون به پارتنرتون بگین، هم اونو تشویق کنین که چیزایی رو که دوست داره از شما دریافت بکنه به عنوان بیان عشق به شما بگه. اینجوری خیلی راحت‌تر میتونین با هم تعامل بکنین و دچار خیلی از سوء تفاهمات بی‌معنا نشین و صمیمیت رابطتون چندین برابر بشه. اینجوری هر دو طرف احساس میکنن که رابطه براشون راضی کننده است و یکی از ویژگی‌های مهم روابط سالم اینه که آدم‌ها دقیقاً این رو حس بکنن که رابطه‌شون براشون راضی کننده است. امیدوارم که این ویدیو براتون کارآمد باشه و خوشحال میشم اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک بکنین. اگر نظری دارین، چیزی میخواین به حرفای من اضافه بکنین یا نقدی به حرفای من دارین، خوشحال میشم که اونو توی کامنت ها برام بنویسین. و اگر هنوز منو سابسکرایب نکردین لطفاً سابسکرایب کنین، اون دکمه زنگوله رو هم بزنین که وقتی من ویدیو آپلود میکنم یوتیوب اونو برای شما بفرسته. متشکرم.